سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اول از همه از زنجیره استفاده میکنیم. من قلابم دست ژله‌ای شماره 3. برای زنجیر زدن اول دور دستمون میپیچیم کاموا رو، اینجا رو نگه میداریم به این حالت. با قلاب یه دونه کاموا برمیداریم، میکشیم از حلقه بیرون. دوباره یکی دیگه بر میداریم، از حلقه میکشیم بیرون. اینو میکشیم. من ابتدای کار رو همیشه برای زنجیر زدن اینجوری شروع میکنم، ولی میتونید از یه روش دیگه هم استفاده کنید. اینکه کاموا رو دور قلاب گره بزنید. که یه حلقه دور قلاب ایجاد بشه. نخ و دور انگشتمون میپیچونیم. همیشه برای اینکه تمیز و محکم در بیاد با دستتون اینجا رو نگه دارید که تعادلش حفظ بشه و اینکه محکم بشه بافتتون، نه اینقدر محکم که حلقه نوک قلاب رد نشه ازش، نه، تمیز بشه. یه دونه کاموا یه نخ دور قلاب میپیچونیم، میکشیم بیرون از حلقه. دوباره قلاب رو میبریم، یه نخ میگیریم، میکشیم از حلقه بیرون. قلاب رو میبریم دور کاموا، میکشیم میاریم بیرون از حلقه. قلاب رو میبریم، یه کاموا بر میداریم، از حلقه میکشیم بیرون. این میشه زنجیر.